شیرینی مشهدی یا شیرینی آلمانی که به اون شیرینی مربایی هم گفته میشه. این شیرینی بسیار لذیذ و خوشمزه است و خیلی ساده تهیه میشه. 350 گرم روغن صاف قنادی، 250 گرم پودر الک شده قند یا پودر الک شده شکر، فرقی نداره، 1 قاشق چایخوری پودر هل، 1/2 قاشق چایخوری وانیل. اینا رو با همزن میزنیم تا صاف و یک دست بشه. بدون همزن هم این کارو میشه انجام داد. هم با دستتون میتونین اونا رو مخلوط کنین با هم و صاف و یک دست بشه، هم با همزن دستی. در حین هم زدن چند بار دورگیری کنین تا تمام مواد خوب با هم مخلوط بشه. 2 تا زرده تخم مرغ بهش اضافه میکنم. و بعد دوباره باز اونا رو مخلوطشون میکنم. حالا 500 گرم آرد الک شده رو در چند نوبت با بقیه مواد مخلوط میکنم. از سرانگشتا کمک میگیرم که خمیر به روغن نیفته. اگر از کره استفاده میکنین حدود 400 گرم کره استفاده کنین. نهایتاً یه همچین خمیری داریم. خمیر رو برای 1 ساعت داخل یخچال استراحت میدم. این خمیر رو میتونین 1-2 روز هم داخل یخچال نگهداری کنین. بعد با فریمی که 2 میل قطر داره اونو بازش میکنم. از 2 تا خطکش، 2 تا چوب یا 2 وسیله میتونین استفاده کنین که هم اندازه باشه تا قطر شیرینی ها در تمام نقاط اون یکسان باشه. بعد قالب میزنم. از هر نوع کاتری میتونین استفاده کنین. برای وسط اونها میتونین شکل خود گل رو الان بزنین مثل این. یا اینکه این شکل یک دایره رو بزنین وسطش، هیچ فرقی نداره. شکل یک دایره رو برای هر کاتری میتونین استفاده کنین. به تعداد شیرینی های صافمون باید شیرینی هایی داشته باشیم که وسط اون بریش زده باشه. میتونین شیرینی های صاف رو
توی یه سینی بذارین و شیرینی هایی که وسط اون سوراخ داره تو سینی دیگه و میتونین مثل من همه رو با هم توی یه سینی بذارین. خب حالا اونا رو توی فری که از قبل با 170 درجه سانتیگراد گرم کردم برای 15 الی 20 دقیقه میذارم تا بپزه و آماده بشه. حالا پخته و آماده شده. بعد از سرد شدن من یه سریاشو میخوام روی اونها پودر قندلک کنم. این کار رو قبل از اینکه دو لایه رو روی هم بذارم انجام میدم. بعد میتونین از مارمالاد یا ژل مغزی استفاده کنین. من از ژل مغزی استفاده میکنم و دو لایه رو روی هم به شکلی که میبینین میذارم. به همین راحتی میتونین شیرینی مشهدی تهیه کنین. ژل مغزی هم با طعم‌ها و رنگ‌های متفاوتی در بازار هست. من از طعم آلبالو و طعم پرتقال استفاده کردم. اینا رو بدون پودر قند درست میکنم. با پودر قند، بدون پودر قند و ساده، یعنی دو لایه ساده است و هیچ سوراخی روی اون نداره. به این شکل که هر دو لایه ساده است و بعد روی اون رو میتونیم تزیین کنیم. غیر از این که مارمالاد یا ژل مغزی رو با قاشق روی شیرینی هامون میمالیم، میتونیم از قیف هم استفاده کنیم که خیلی راحت تر از قاشقه و تمیزتر در میاد. بعد لایه دوم رو روی اون میذارم و به این ترتیب این شیرینی هامون هم آماده میشه. به همین خوشگلی و سادگی. میتونین با شکلات ذوب شده که طرز تهیه اونو براتون این بالا میذارم به این شکل شیرینی ها رو تزیین کنین. بسته به نظر و سلیقه خودتون به هر شکلی که دوست دارین یا هر شکلی که در بازار هست و از اونها ایده میگیرین میتونین شیرینی مشهدی رو تزیین کنین. همینجور که میبینین من از کاترهای مختلفی برای قالب زدن استفاده کردم. اینها رو بعد از اینکه چند خط صاف انداختم چند خط مورب هم روی اونها با شکلات میندازم تا با اونای دیگه فرق داشته باشه. یه سریا رو هم داخل شکلات ذوب شده میزنم به این شکل.
بعد هم تا این شکلات ها نبسته و خودش رو نگرفته میتونین روی اونها از انواع مغزیجات مثلا پودر پسته، پودر نارگیل، پودر گردو یا هر چیزی دیگه، ترافل استفاده کنین. یه سری ها رو هم از عسل یا شربت بار یا هر شربت دیگه‌ای که غلیظ باشه میتونین استفاده کنین. با قلم روی اونها رو آغشته کنین به این شکلی که میبینین. و بعد اونها رو توی پودر پسته، پودر نارگیل، کنجد، خلال پسته، ترافل و یا هر چیز دیگه‌ای که خودتون در نظر دارین به این شکل بزنین و روی اونها رو تزیین کنین. من تمام مدل‌های شیرینی مشهدی رو براتون میگم که از چه چیزهایی استفاده میشه تا راحت بتونین شیرینی مشهدی خوب و دلچسب داشته باشین. طعم اون هم که با این دستور بسیار عالی در میاد. خب این یکی رو هم توی کنجد میزنم. البته باید مواظب باشین که کنجد اون قسمت ژل مغزی رو نپوشونه. دوره رو داخل کنجد میزنم یا هر چیز دیگه‌ای. خب دوستان، اینم از شیرینی مشهدی یا شیرینی آلمانی ما که بسیار خوشمزه و خوش‌طعمه. خدا نگهدارتون.